What's up guys، خوش اومدید به این ویدیو جدید و من سولیتاگ لایف هستم. تو این ویدیو قرار راجع به ویدیوی جدیدی که از این سیمپسون ها در اومده و صحتش در چه حده صحبت کنیم. قبل از اینکه بخوایم صحبتامون رو شروع کنیم، ویدیوی سیمپسون ها رو براتون میذارم و ببینید و بعدش درباره‌اش توضیح میدم. It's a shaggy dog story about an actual shaggy dog. Apparently while on vacation old Mitt strapped his mutt to the roof. همونطوری که دیدید توی این اپیزود از سیمپسون ها که سال 2012 ساخته شده، نقشه رأیگیری الکتریکال امسال نشون داده میشه، اما یه حقیقت داره. نقشه الکتریکالی که توی این اپیزود از سریال سیمپسون ها نشون داده میشه اشتباهه و این پیشبینیشون، یا شاید هم همه پیشبینیاشون اگه دوست داشته باشید توضیح میدم درباره‌شون، ولی حداقل این پیشبینیشون کاملا کذبه و فقط داره همینطوری بدون دلیل بازنشر یا شیر میشه. چرا؟ دلیل میخواید؟ اثبات میخواید؟ نقشه‌ای که سیمپسون ها از اون توی سال 2012 استفاده کردن و امسال منسوب شده به نقشه رأیگیری الکتریکال امریکا، با هیچ یک از نقشه های رأیگیری امریکا از سال 2000 یکسان نیست و حداقل یکی از ایالت‌ها توش متفاوته. سال 2000 یکسان نیست، 2004 یکسان نیست، 2008 2012 که سال ساخت بوده، 2016 و 2020 با هیچ کدوم از این ایالت‌ها یکسان نیست. حالا شبیه ترین ایالت سال 2012 ولی بازم یکسان نیست. خواستم بدونید که این ویدیو پیش بینی نکرده و کذب محضه، برای همین اینو شیر نکنید و اینکه به نظرم اگه از اطلاعات یه چیزی مطمئن نشدید برای کسی نفرستیدش. اگه توی اینستاگرام تماشا میکنید لایک، فالو و کامنت رو فراموش نکنید برای رفیقاتون بفرستید تا اونم گول اطلاعات الکی رو نخورن. اگه توی یوتیوب تماشا میکنید لایک و سابسکرایب فراموش نشه، کامنت بذارید که یوتیوب فکر نکنه شما ربات هستید و سابسکرایبتون رو پاک نکنه و در آخر زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنید. اگه دوست دارید بیشتر راجع به سیمپسون ها، درباره ایلومیناتی بودن یا نبودنشون، علائمشون و پیشبینی‌های درست و غلطشون و حتی ویدیوهایی که از اونا بعد از وقوع یک واقعی نشر شده و منسوب شده به پیشبینی که پیشبینی نبوده و هنرهای ادیت که بعضیا برای فقط جذب بیننده ازشون استفاده کردن و غیره، درباره همش بیام توضیح بدم. حمایت کنید، کامنت زیاد بذارید، تو کامنت ها بهم بگید که در مورد چه موضوعی ویدیو دوست دارید ببینید و در آخر love you all. Peace out.